موافق قرار رئیس شهر دوشنبه تا امروز در دوشنبه 34 مسجد به اداره ناظران منطقوی میلیسا، امنیت و ساختار خاموشکنی مبادل گشتند و یا خراب کرده شده. مسئله 148 مسجد دیگر در بررسی دادگاه قرار داشته است. در این باره اشوربک رسولов، معاون اولی شهردار دوشنبه، در نشست مطبوعاتیش صحبت کرده است. او از مساجد نام نبرده است و آنها را جایهای جمعیتی نامیده است. اما چگونه که بینندگان آگاهند، هیچ جای جمعیتی در تاجیکستان جز مسجدها تخریب یا بسته نشده‌اند. رسولov گفته است در نظر از جایهای جمعیتی انیق‌تر از مسجدهای باقی مانده و میدانهای ورزشی، مکانی فرهنگی، کارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های شهری تبدیل داده شوند. با نظرداشت طبی حکومتداران تاجیک بعید نیست که مکان فرهنگی که ایشان در نظر دارند شاید دیسک کلوب‌ها باشند. قبلا رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف سفارش داده بود مساجدی که غیر قانونی فعالیت می‌کنند به کارخانه و مؤسسه ها و دیدبانگاه های کمیته امنیتی و پلیس تبدیل داده شوند. حتی سفارش هم داده بود که جایهای نویکاری در این مکان ها ساخته شوند. سفارش شهرداری دوشنبه درباره ایجاد جایهای نویکاری در بناهای سابق مسجدها در حالی است که هر روز ده‌ها مغازه و کارخانه های خرد در دوشنبه با سبب بحران اقتصادی بسته می شوند.